به نام خدا. با سلام، بهار منی هستم. با کنفرانس فصل 14 علوم در خدمت شما هستم. نقش دستگاه گردش مواد. دستگاه گردش مواد مغذی و اکسیژن لازم برای فعالیت رو به سلول میرسونه و مواد زاید و کربن دی اکسید تولید شده رو هم از سلول دور میکنه. اجزای اصلی دستگاه گردش مواد قلب، خون و رگ‌ها هستند. حالا بریم که با قلب بیشتر آشنا بشیم. قلب تلمبه‌ای ماهیچه‌ای و توخالیه و 4 تا حفره داره. 2 حفره در بالا و 2 حفره در پایین. قلب با ضربان خود خون رو با فشار به درون رگ‌ها و اندام‌ها میفرسته و چون رگ‌ها به هم مرتبطن، خون دوباره به قلب برمیگرده و این کار پیوسته تکرار میشه. دوستای خوبم، حالا بریم سراغ بافت‌های تشکیل دهنده قلب. بافت‌های تشکیل دهنده قلب 3 تن: بافت ماهیچه‌ای، بافت پوششی، بافت پیوندی. حالا بریم که با هر کدومشون بیشتر آشنا بشیم. بافت ماهیچه‌ای. بخش عمده قلب از روی بافت ماهیچه‌ای تشکیل شده که به اون ماهیچه قلبی میگن و وقتی بافت ماهیچه‌های قلب منقبض میشه، نیروی ایجاد میکنن که به خون فشار میاره و اون رو به درون سرخرگ‌ها میرونه. بافت پوششی. درون حفره‌های قلب رو بافت پوششی میپوشونه که در تشکیل دریچه‌های قلب هم شرکت میکنن. بافت پیوندی. وجود بافت پیوندی در اطراف قلب هم به حفاظت از اون کمک میکنه. دوستای خوبم، رگ‌های قلب 3 هستند: سرخ رگ‌ها، سیاه رگ‌ها و رگ‌های کرونر. به رگ‌هایی که خون رو از قلب خارج میکنن سرخ رگ میگیم و به رگ‌هایی که خون رو به قلب میارن سیاه رگ میگیم. همچنین به رگ‌هایی که به بافت قلب خون رسانی میکنند هم کرونر میگیم. در اینجا قلب رو به همراه رگ‌های تشکیل دهنده‌اش مشاهده میکنیم. گردش عمومی و ششی خون. گردش عمومی خون. خونی که در سمت چپ قلب ما وجود داره اکسیژن بیشتری داره و روشنه. این خون از طریق بزرگ سرخرگ آئورت به تمام بدن فرستاده میشه تا نیاز سلول‌های بدن ما رو به مواد مغذی و اکسیژن تامین کنه. حالا بریم سراغ گردش ششی خون. در سمت راست قلب خون تیره دارای کربن دی اکسید جریان داره. این خون رو بزرگ سیاه رگ‌ها به دهلیز راست میارن و این خون که اکسیژن کمتری داره وارد بطن راست میشه و از طریق سرخ رگ ششی به شش‌ها میره تا از اونجا اکسیژن رو جذب کنه. خون اکسیژن دار و روشن از طریق سیاه رگ‌های ششی به دهلیز چپ و سپس به بطن چپ میره تا دوباره در بدن به گردش در بیاد. دوستای خوبم، یادتون نره که سرخ رگ ششی دارای دی اکسید کربن و رنگش تیره است و سیاه رگ ششی دارای اکسیژن و رنگش هم روشنه. حالا بریم که با ضربان قلب آشنا بشیم. به 3 مرحله انقباض دهلیزها، انقباض بطن‌ها و استراحت عمومی ضربان قلب میگن. حالا بریم سراغ رگ‌های بدن. بدن ما 3 نوع رگ داره: سرخ رگ، سیاه رگ و موی رگ. حالا بریم که با ویژگی هاشون آشنا بشیم. ویژگی سرخ رگ‌ها. سرخ رگ‌ها دارای دیواره زخمی و قابل ارتجاعن. خون را از قلب خارج میکنن، خون را به اندام‌ها میرسونن، به موی رگ‌ها تبدیل میشن و به بطن‌ها متصل هستن. و اما سیاه رگ‌ها. سیاه رگ‌ها دارای دیواره نازک و قابلیت ارتجاع کمن. خون رو به قلب برمیگردونن، خون رو از اندام‌ها میگیرن، از موی رگ‌ها ساخته میشن و به دهلیزها متصل هستند. و ویژگی موی رگ‌ها. دیواره موی رگ‌ها فقط از یک لایه بافت پوششی ساخته شده. این دیواره ها به قدر نازک و نفوذپذیرند که مواد میتونن از اون خارج یا به اون وارد بشن. نبض.
نبض موج فشاریه که با هر انقباض قلب به دلیل جریان پرفشار خون در داخل سرخ رگ‌ها ایجاد میشه. این رو هم بدونید که تعداد ضربان قلب با تعداد نبض در بدن برابره. خون نوعی بافت پیوندیه که از یک بخش مایع به نام پلاسما یا همون خونا و یک بخش سلولی یا یک بخش یافته‌ای ساخته شده. حالا بریم که با پلاسما یا همون خوناب آشنا بشیم. پلاسما یا خوناب بخش مایع خونه و از آب، مواد محلول به ویژه قند، نمک و پروتئین تشکیل شده. این رو هم بدونید که در بدن ما حدود 5 لیتر خون جریان داره. حالا بریم که با بخش یافته‌ای خون آشنا بشیم. بخش یافته‌ای خون از 3 نوع یاخته تشکیل شده که الان میخوایم با شکل کارشون آشنا بشیم. یاخته‌های قرمز یا گلوبول‌های قرمز تقریباً سکه مانند و وسطشون هم فرو رفته است. کارشون هم انتقال گازهای تنفسی CO2 و O2 در خون. یاخته‌های سفید یا گلبول‌های سفید تقریباً کروی شکلن و کارشون دفاع از بدن ما در برابر عامل‌های بیگانه مثل میکروب‌ها هستند. و گرده یا پلاکت‌ها بسیار ریزند و شکل بخصوصی ندارند. کارشون هم دخالت در انعقاد خون هنگام خونریزی و جلوگیری از هدر رفتن خونه.